امروز اومدیم که یه آرایش کلاسیک خفن بکنیم. کات به چنل من خوش اومد. امروز مهمون ویژه‌مونم فلاحه. خب قبل از اینکه شروع کنیم و بریم این میکاپی که اینجا قراره ببینید رو انجام بدیم، خواستم بگم که من نگارم و مرسی که ویدیو من رو برای تماشا کردن انتخاب کردین. خب نمیدونم خیلیاتون شاید آشنا نباشید، ولی اولین قدمی که واسه آرایش همیشه من خودم انجام میدم اینکه با مایسلر واتر صورتمو تمیز میکنم، یا حالا با هر اسکین کری که دارید میتونید صورتتون رو بشورید. اگه اویلی استفاده میکنید برای پوستتون بزنید، و مهمتر از اون یه آبرسان. این آبرسانی که من دارم استفاده میکنم یه آبرسان خیلی خیلی ساده است و فقط تنها خاصیتی که داره اینه که مخصوص پوست حساسه. به این شکل. یه چیزی که خیلی به نظر من بعدش مهمه بعد از آبرسان زدن پرایمره. یعنی واقعا کثافت ترین کرم پودر و فاندیشن رو میتونید با یه پرایمر خوب به صورتتون بچسبونید و از کیکی شدنش جلوگیری کنین. کیکی همون تیکه تیکه شدنش، این خیلی کمک میکنه. البته امروز من قرار نیست از این استفاده کنم، چون که میخوام یه چیز خیلی لایت و روزمره داشته باشیم و قرار نیست رو صورتم چند ساعت بمونه. ولی اگه قرار بود این کارو کنم حتما از پرایمر استفاده میکنم. تازه میدونستید پرایمر باعث میشه که با مقدار کمتری از پروداکت یه کاورج خیلی خیلی بهتر رو کل صورتتون بگیرید. پس میریم سراغ مرحله بعدی، کانسیلر. همونجوری که میبینید کانسیلر من خیلی روشن‌تر از صورتمه. چرا؟ چون قرار نیستش که روی فاندیشن یا همون کرم پودرم استفادهش کنم، و قراره که الان واسه بیس سایه و ابروم دور چشمم و زیر چشمم رو بزنم و با انگشت اینجوری بلندش کنم. چیزای دیگه هم میتونید استفاده کنید. یه سری براش استفاده میکنن، یه سری از اسپانج استفاده میکنن، ولی برای کانسیلر یه چیز خاصی داره که به نظر من انگشت بهترین چیزه. بریم سراغ انجام دادنش. من معمولا جای بیشتری از صورتم رو کانسیلر میزنم، ولی اول اینا رو میزنم، بلند میکنم قشنگ. دستتون هم حتما تمیز باشه. لازم به ذکر نیست، ولی خب یه وقتایی دستت میگیره به یکی دیگه از لوازم آرایش آدم میکشه تو صورتت، یهو میبینی یه طرفت کلا رنگی شد. چون ابروهامو من کلا شیو میکنم، یه رنگ خاکستری طوری زیرش میمونه اگه بدون کانسیلر این کار رو انجام بدم. میبینید که همونو قشنگ میکشم پایین، زیر چشمم انجام میدم. واقعا صحنه جالبی نمیشه بعد از اینکه این کارم تموم میشه، ولی خب باید به پروسش اعتماد کرد. من این رو بلند کنم، برمیگردم. خب من پشت دوربین 2 خطم اینجا کشیدم و به سمت پایین با انگشتم بلند کردم و همینطور روی چونم. و اگه شما هم الان مثل من شبیه اپرا شدین، یعنی کارتون رو درست انجام دادین. مرحله بعدیش سایه است. عکسی که نشونتون دادم اگه اشتباه نکنم چیزی که تو ذهنم صورتی باید می بود، ولی قراره که ما امروز سایه سبز بزنیم، چون مامان تازه رنگ کردم. خیلی خوشحالم. و این پلتیه که قراره استفاده کنیم. نمیدونم میبینید یا نه، ولی پالت میس لارا از اولتیمت، و من شنیدم که یه برند چینیه، خیلی هم تو ایران پیدا کردنش مثلا که سخت نیست و من خیلی راضیم ازش واقعا. بذارید درش رو باز کنم، رنگای خوشگلش رو نشونتون بدم. و یه چیزی که داره اینه که رنگایی که کنار هم گذاشتن واقعا گوگودی هن. خب اولش اینو بگم که از این رنگ این شروع میکنم، یه بیس کلی میزنم، بعد انتهاش رو تیره میکنم و از این زرد روش استفاده میکنم برای اینکه یه ذره اکریلی بشه. تو همین بین میخوام باهاتون صحبت کنم راجع به این که اصلا من چرا این شکلیم، اینا چیه رو صورتم که ممکنه خیلیاتون ندونید.
اسم درستشو یا حالا هرچی که بهشون میگم پیرسینگ. من خودم گاس هستم. گاس یا گاسیک یه خورده فرهنگه که از فرهنگ پانک شکل گرفت، اما قبل از اون توی سال 1800 از توی ادبیات کم کم بین مردم شناخته شد، بعد داخل معماری وارد شد و خیلی چیزای زیادی توی انگلیس و کشورهای اطراف میبینید، خیلی کلیساها و بناهایی که به سبک گاسیک ساخته شدن که عکسشون هم براتون میذارم یا چند تا اینجا. بعد کم کم تا بعد از شکل گرفتن فرهنگ پانک و توی سال 1980 فرهنگ گاسیک شروع کرد توی موزیک اومدن، توی لباس ها اومدن و مردم شروع کردن اونجوری خودشون رو نشون دادن. یه سری عقاید سیاسی پشتش داره و شما برای گاس بودن نیازی نیستش اصلا ظاهر گاس داشته باشید، صرفا فقط همین که به اون سبک زندگی کنید و اون عقاید سیاسی رو داشته باشید و موزیکش رو بدونید و گوش کنید، این شما رو یه گاس میکنه که حالا از قضا من ظاهرش رو هم دارم. همینجوری انقدر میزنیم و دایره وار محو میکنیم تا قشنگ پک بشه و اون رنگمون ببینید ثابت بشینه. یه چیزی که راجع به سایه وجود داره اینه که شما یا باید از پرایمر استفاده کنید که رنگتون قشنگ میمونه یا یه بیسی مثل کانسیلر بزنید که خب من کانسیلر رو ترجیح میدم. مثلا پرایمر دارم ولی خب وقتی میزنی اونقدر که کانسیلر قشنگش میکنه، مثلا کانسیلری که از صورتتون و رنگ پوستتون خیلی روشن‌تر باشه قشنگتر نمیشه. چی گفتم خودم متوجه نشدم. بریم سراغ رنگ بعدی. قبل از اینکه بهتون یاد بدم بعدش چی کار کنید، خواستم بگم که واقعا یه ذره بچه‌ها گیجم راجع به اینکه چی دارم میگم، مثلا دارم چی کار میکنم، چون اولین ویدیومه و هنوز یخم باهاتون باز نشده و به محض اینکه یخم باز بشه واقعا از این پشیمون خواهید شد. تو امیدوارم که نشید. از این رنگ میخوام استفاده کنم که تیره ترینشه و یه دونه براش یا همون قلمویی برداشتم که یکم تخته. اینجای کار برای من خیلی مهمه چون اینجوری به خودم نشون میدم، یه گاید، یه راهنمایی که خط چشم رو از کجا میخوام شروع کنم و بکشم. من معمولا از گوشه چشمم شروع میکنم و یه خط صاف به سمت بالا میبرم و همونو برمیگردونم. تو همین بین بیشتر راجع به فرهنگ گاسیک با هم صحبت کنیم. یه چیزی که فرهنگ گاسیک داره و من خیلی به شخص دوستش دارم اینه که میگم دیدن زیبایی ها توی عمق تاریکی یه چیزیه که افراد گاسیک بهش علاقه دارن و خب دوست داشتن دوست نداشتنی ها همیشه برای من جالب بوده، چون هر چیزی نقطه روشن خودش رو داره، حتی تاریکی. خیلی حرفم بی سر و تهه ولی در عین حال یه حقیقته. این کار رو با این ورمون هم میکنیم، دوباره نگاه میکنیم که ببینیم چشممون از کجا شروع شده، همینو مستقیم میبریم رفت تو چشمم، همینو مستقیم میبریم بالا و برمیگردونیم همیشه. بعد قشنگ دوباره بلندش میکنیم، چند بار دوباره میزنیم. نگاه کنید قشنگ اینو میاریم تو این سبزه. اونقدر مهم نیستش این یه تیکه چون قراره بعد دوباره زیرش وقتی فاوندیشن میزنیم تمیز بشه و بره بالا، اما اینجاش خیلی مهمه که قشنگ بلند بشه این بالاش، چون بعدش شکل خوب میده. یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که بروش قبلی رو که باهاش این سبزه رو زدیم برمیداریم و اینو دوباره با هم با اون رنگ قبلی بلند میکنیم اینجوری. ببینید خیلی طبیعی تر میشه. واقعا اون روزه که من خودم نکوبم تو در و دیوار اون روز بهشت منه. بعد برای اینکه بچه به یه افکت اینجوری برسید نکنید تفاوتش رو متوجه میشید، کافیه یه رنگ ما بین این دوتا رنگ برداریم مثل اینجا
و این مابین، دوباره گفتم مابین، اینجا رو پر کنید قشنگ، اینجایی که دوتا رنگی کم رنگ و پر رنگ به هم وصل شده. البته من تصمیم گرفتم که یکم این سایه رو بیارم بالاتر، ولی خب شما اگه ابروهای پری دارید من این کار رو بهتون پیشنهاد نمی کنم و تقریبا یه ذره پایینتر و یه ذره ظریفتر اگه انجام بدین به نظرم قشنگتر میشه. حالا بازم سلیقه‌ایه، اما من چون ابرو ندارم و قرار ابروهای خیلی خیلی نازکی بکشیم با هم، مثلا همین اینجا رو بیشتر پر میکنم. خب نگاه کنید نتیجه شد این. حالا میریم سراغ خط چشم. البته نه، قبلش این. دوباره میریم سراغ انگشتمون. برای بار دهم میخوام این برداشت رو بگیرم و این انگشت من که همینجوری زرد شده رو نشونتون بدم و بگم که توی تجربه من با قلموی همون براش چیزایی که اکریل دارن اونقدر قشنگ نمیشینن، ولی وقتی یه ذره با انگشتتون یه ذره به سمت پایین روی اون بذارید و بکشید رو چشمتون خیلی نتیجه بهتری میگیرید. به این شکل تفاوتشو ببینید. حالا همین کار رو دوباره با این برم انجام میدیم. واقعا نمیدونم داستانشون با براش چیه که اینقدر متنفرن از براش، پرواز میکنن رسما، اما با انگشت خیلی قشنگ میشینه. خب این شد سایه ما به همین سادگی. نه دیگه جدی این دفعه میریم سراغ خط چشم. ولی یه چیز کوچیک میخوام یادتون بدم، من یه کاری که خودم میکنم حتی جایی ندیدم، نمیدونم این داستانش چیه، اما یه حرکتی که دوباره من انجام میدم اینه که بعضی اوقات اگه میخوای یه ذره اکریلی تر بشه، اگه سایه اکریلی سفید داری که خب عالی، ولی اگه نداری از هایلایتر، هر هایلایتری که تقریبا به پوستت میخوره میتونی استفاده کنی و یه ذره روی اون قسمتی که اکریل زدی یا روشن‌تره بزنی. ببینید چه برق بهتری میگیره. حالا از تو دوربین شما اونقدر متوجه شاید نباشید، ولی از نزدیک خیلی تفاوت خوبی ایجاد میکنه. همونطور که گوشه چشم میزنید همون یه ذره به سمت بالا هم بکشید. همینجوری. بعدش بریم دیگه واقعا سراغ خط چشم که دوباره برندش الفه. بچه واقعا نمیدونم تو ایران شما چه برند جایگزینی هستش که میتونید استفاده کنید و میتونید بهم تو کامنت ها بگید و هم پیشنهاد بدین تا منم بتونم به بقیه بچه همون معرفی کنم، چون اینجا خیلی برندهای متفاوتی وجود داره و من خیلی چیزا رو امتحان کردم و الف رو از همه بیشتر دوست داشتم، چون علاوه بر این که هم قیمتاش پایینه و به صرفه است، علاوه بر اون کیفیتش خیلی 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 فضایی خوبه و یه چیزی هم که داره کروالتی فریه. یعنی روی حیوانای بدبختی که الان صدای یکیشون داره میاد آزمایش نمی‌کنن و خب واقعا چرا به خاطر یه تیکه لوازم آرایش من باید یه حیوان عذاب بکشه؟ اما الف اومده و این کارمون رو راحت کرد. این قلموی خط چشم منه و از الان بهتون میگم اصلا موقع خط چشم کشیدن استرس نداشته باشین. هرچی بالتون بزرگتر به خدا نزدیکتر و اصلا نیازی نیستش که نسبت فامیلی اونقدر نزدیکی به هم داشته باشن، چون مهمه که فقط از روبرو شما اینو صاف ببینید. زیاد کسی متوجه نمیشه که قراره خط چشم شما انقدر کج باشه یا نه. پس بریم سراغش. دوباره از همین جایی که سایه‌مون رو کشیدیم، واسید من آینه‌مو بردارم. یه کوچولو پایین‌تر به همین شکل. بعد میاریم اینجا چشمون رو میدیم پایین و با یه خط کوچولو وصلش میکنیم. زیاد مهم نیست که تمیز باشه، چون قراره که با سایه مشکی هم ستش کنیم، همین که باعث میشه که هم مات‌تر بشه هم خیلی قشنگتر و یه دست‌تر و اصلا
استرسی نکشید سرش. خیلی تمرکز میکنم چرت و پرت میگم، خودم در جریانم. بریم اون ور چشم من بکشم بیام، بریم که من برم، بعد میام بقیه‌شو بهتون یاد میدم. خب ببینید این ور تازه خیلی صافتر و بهتر از این ور شد، ولی من همیشه با انگشتم اندازه گیری میکنم و تقریبا یه اندازه است. داخل چشممو نکشیدم که به شما نشون بدم چجوری میکشم. بعد از اینکه من اینو وصل کردم خیلی آروم بذارید از اینجا شروع میکنم، یه خط آروم میکشم و دوباره وصلش میکنم به سمت بالا. یک گندی هم بینش میزنم و همون دوباره میارم بالاتر و وصل میکنم به این شکل. واقعا مهم نیست خراب کنید، استفاده کنید، خط چشم بکشید، اصلا یه جوری بکشید که از نظر خودتون قشنگ نباشه، ولی همین که امتحانش کنید و انجامش بدین یه قدمه به سمت اینکه یه آشنایی پیدا کنید با فرم صورتتون. شاید اصلا یه چیز جدیدی کشیدید و خوشتون اومد، شاید اصلا فهمیدید که این اصلا استایل شما نیست. در کل نمیخوام نصیحت کنم، فقط میخوام بهتون بگم که قشنگه، امتحان کنید و از امتحان کردن نترسید. خب برای اینکه اینجا آرایش رو بهتون نشون بدم صحبت قرار نیست بکنم چون تمرکزم واقعا به هم میزنه، اما از این داخل چشمم که غده اشکمه شروع میکنم، از همین انحنایی که توی صورتتون میدونید میفته، اینجوری به طبق صورت خودتون هم میشه اینجوری، و بعد از بالا میارم و وصلش میکنم که دستم هم خورد و خراب شد بالای چشمم، اما مهم نیست چون فقط میخوایم اینو بکشیم. به همین سادگی. بعد یه پکی که هست میتونید از اون سایه‌ای که زیرش استفاده کردید بردارید و زیرش یا بالاش بزنید و اون محو میشه اگه یه ذره دستتون خورده باشه به بالا پایین خط چشمتون. نگاه کنید دستم خورد اینجا کثیف شد، ولی هیچ اشکالی نداره، ما دقیقاً این سبزی که داشتیم رو برمی‌داریم و با اون درستش میکنیم. بعدش برمیگردم نشونتون میدم که چجوری میتونید خط چشمتون رو اسموکی کنید یا همون ست کنید که هم بشینه رو آرایشتون، همین که دیگه این بافت چسبناک رو نداشته باشه و بیشتر رو صورتتون بمونه. امیدوارم که با خانواده تماشا نکنید این ویدیو رو، چون بچه من حقیقتا ریدم و مجبور شدم که دوباره اینجا رو از اول یه بازسازی بکنم. البته خب اونقدر کار چیزی نبود، یه کوچولو با گوش پاک تمیز کردم و دوباره همون سایه رو زدم، خط چشمش رو صاف کردم. خب حالا بریم سراغ ست کردن خط چشم. یه براش اینجوری، البته ریزتر هم اگه داشته باشید خیلی بهتره برای جاهایی که حالا مثل اینجا من از 2 تا استفاده میکنم، اما شما با همون یه دونه کوچیک هم اگه داشته باشید میتونید کارتون رو انجام بدید. برمی‌داریم میذاریم تو سایه مشکی. این پالت بینامونشونه من لطفاً بپذیریدش چون خیلی دوستش دارم واقعا. میذاریم سایه مشکی و بعد اینجوری فیکس میکنیم خط چشممون. یه ذره گند زدم، من برای جاهای بزرگترش از این استفاده میکنم. بعد یه دونه براش صاف برمیدارم. بچه فلش دوربینم رو روشن کردم، فکر میکنم که خیلی بهتر شد و تازه متوجه شدم که دیگه 10 دقیقه از ویدیو دستم خورده بوده و یه فیلتر روشن بوده. الان خیلی بهتر میبینید. نگاه کنید از نزدیک شاید اونقدر تمیز و قشنگ به نظر نیاد و یکسان حتی، اما از دور دقیقاً اون افکتی که میخواید رو بهتون میده. این براشی بود که برداشتم. بعد نمیدونم میبینید؟ بله فکر کنم میبینید. به این صورت شما میتونید یه ذره بچرخونید براشتون رو و قشنگ بلند کنید اگه دوست دارید اسموکی تر بشه، اما من خیلی اوقات دوست دارم که خط چشم صرفا فقط تمیز باشه و ست بشه. ست کردن واقعا مهمه. من هیچ وقت این قسمت رو اسکیپ نمی کنم چون اصلا یه شکل دیگه به خط چشتون میده و اگر نزدیک ببینید نگاه کنید
مثلا اینجاشو من هنوز ست نکردم. ببینید الان هم اون برقی که آرایشتون رو خراب میکنه رو از خط چشم میگیره، هم که خیلی یه دست میشه، واقعا باعث میشه آرایشتون خیلی حرفه‌ای تر و تمیزتر به نظر بیاد. این از این. میریم سراغ مرحله بعدی. خب حالا که آرایش چشممون تموم شده، میرسیم به بخش کرم پودر. منم کرم پودرمو پیدا کنم. خب من رفتم یه دور زدم، یه نفس عمیق کشیدم، برگشتم چون که گوشی خودم دیوونه است و کل قسمت فاوندیشن زدن رو براتون گرفتم و حتی ست کردم، اما همش پرید متاسفانه. برای همین دوباره بهتون توضیح میدم. من از فاوندیشن میبلین استفاده میکنم. یه چند سال این شید خوشگلی که میبینید رو پیدا کردم و واقعا هی دوباره از همون سفارش میدم. یه کوچولو از پوستم روشن‌تره ولی نه اونقدری که به چشم بیاد. اولین کاری که میکنیم یه ستینگ اسپری که طبق معمول الف اینم بدنش میدیم به اسپانجی که قبل از این تمیز بود. چند تا پیس میزنیم و بعد خیلی قشنگ اینا رو بلند میکنیم. یه کوچولو اینجاها چونمون و این ور رو خام میذاریم چون قراره کانتور کنیم و میبینید چرا این اتفاق میفته. از اونجایی که خب قسمت‌های قبلیش نه بعدی نیفتاد، میخوام الان ابروهامو بزنم و نشونتون بدم. یه کار نابخشودنی که از نظر اکثر میکاپ آرتیست‌ها و حتی بیوتی اینفلوئنسرها من انجام میدم اینه که مستقیم فاوندیشن رو میریزم رو پوستم. خیلی هم میگن که خب این خوب نیست بخاطر اینکه ردش میمونه و بد میشه و بلند نمیشه و اینا، اما برای من جواب میداده و برای همینم من انجام میدم. خب اول چتریمون رو میذاریم کنار بشه. بعد یه کوچولو از این میزنیم و کل این ناحیه رو قشنگ بلند میکنیم. همونجوری که میبینید روی ابرو، روی دماغم هم بچه‌ها زدم، شاید متوجه نباشید اما روی دماغم هم داره. بعد کامل روی ابروهامو میپوشونم و تمیزش میکنم. میرم انجامش میدم و برمیگردم. خب قبل از اینکه دوباره بریم سراغ مرحله بعدی، میخوام بهتون بگم که این قسمت من مو به موی آرایش روزمره، که البته آرایش روزمره من همچنان خودتون همونطور که میبینید ساده نیست، رو بهتون آموزش میدم که دفعات بعدی توی ویدیوهای بعدی با هم بیشتر صحبت کنیم تا اینکه بخوام این چیزای تکراری رو بهتون بگم. خب قسمت بعدیش که به نظر من خیلی خیلی مهمه توی آرایش، پودر فیکسه، یعنی همون فیکسینگ پاودر. من از برند رولوشن استفاده میکنم و این ترانسلوسن، یعنی ترانسلوسن یعنی بیرنگ، چون خیلی از پودر فیکس ها کرمی و خب من چون در کل دوست دارم که روشن‌تر بشه به جای اینکه صرفاً کرمی بشه و ممکنه به یه سری از کرم پودر نخوره، و همچنین برای آرایش فولگاز که ما از فاوندیشن سفید استفاده میکنیم، خب مسلما نمیتونی با یه چیزی که کرمیه فیکسش کنی. این بهترین چیزیه که من ازش استفاده میکنم. توی یه دره، یادم نیست چیه دقیقا، میریزیم از یه دونه از این ابرای خوشگل میزنیم تو. حالا من زیر چشممو چون دقیقا ویدیو پرید انجام دادم براتون، ولی بهتون دوباره نشون میدم. اینجوری میزنم و میذارم باشه و بعد مثلا 10 دقیقه اینا برمیگردم و با یه براش تمیز آروم میزنم که بره. از اونجایی که من بهتون گفتم ابروهام خاکستری میشه زیرش و نیاز دارم که فیکسش کنم، بعد از اینکه فاوندیشن زدم روی ابروهام پودر فیکس میزنم به این شکل که دیگه اون رنگ هیچ جوره معلوم نباشه. مواظب باشید فقط توی چشمتون نره مثلا. به همین سادگی. یه جای دیگه که نباید فراموش کنید اینجا. من اینجا رو میکشم یه ذره به سمت پایین که صاف بشه. بیکینگ پاودر یا همون فیکسینگ پاودرمون داره رو صورتمون کارش رو انجام میده. ما میریم سراغ قسمت جذاب ماجرا، یعنی کانتور، که بازم این پلت من از الفه و پودره. خیلی از استیک استفاده میکنن. یه چیزی که جدیدن هم خیلی من دیدم ترند شده، یه مدلیشه که خمیریه. حالا بعدا براتون میگم و امتحانش میکنم. اینجام چی شده؟
فکر کنم با این پودر بچه‌ها زدم توی خط چشمم، ولی اشکال نداره چون این فیکسینگ پاودر و من برمیگردم و با سایه خط چشمم درست میکنم. اینو نشونتون بدم. هم یه دونه داره برای اینکه هم کانسیل کنید یا جاهای روشن‌تر استفاده کنید و 3 تا مدل داره که من از تیره ترینش استفاده میکنم. برم اینو درست کنم و براش اینو بردارم برمیگردم. برای کانتور کردن من از این 2 تا براش استفاده میکنم، اما قبلش با این براش تمیزمون پودر فیکسمون رو روی صورتمون بزنیم کنار، چون به نظرم دیگه الان کافیه. اینجا من بودم. ببینید چقدر صاف و یه دست میشه. اینو برمیداریم میتکونیم که اضافهش گرفته بشه. یه چیزی که هست اگه شما میخواین صورتتون رو پرتر نشون بده، میتونید اینو به سمت یه کوچولو اینجا به سمت بالا بکشید و بلند کنید. اما من چون دوست دارم که صورتم استخونی تر بشه، به سمت پایین میکشم. اینجوری. و بعد از اینجا به بالا وصلش میکنم. اولش چون زدم تو پروداکت، 2 طرف صورتمو اگه این موه بذاره میزنم که پررنگ تر میشه. بعد میام بلندش میکنم. یه جای دیگه که کانتور میزنم من این زیره میاد اینجا و بعد دوباره بعدش بلند میشه. وقتی که جای کانتورتون رو مشخص کردین، دوباره براشمون رو میتکونیم، میایم و میافتیم به جونش. کلا هر چقدر بیشتر بلند یا هم محو کنین، آرایشتون رو خیلی چیز تمیزتری میاد و در میاد، یعنی و خیلی هم طبیعی تر میشه در واقع. حالا یه کوچولو من اینجا میکشمش پایین، ولی خب سخاوت به خرج بدید تو بلند کردن و یکم زمان میبره، اما خب هیچ اشکالی نداره چون همین زمانی که میبره باعث میشه بعدش نتیجه بهتری ببینید. میخواستم بهتون بگم که من چون چتری دارم پیشونیمو کانتور نمیکنم، اما اگه شما چتری ندارید و پیشونیتون مشخصه و میخواید صورتتون کانتورش قشنگ بشه، اینجای پیشونیتون رو هم با همین کانتوری که اینجا کردیم به همین روش یه قشنگ یه خط باریکی اینجا بدید و کانتور کنید که کل صورتتون سفید نباشه. بعد دوباره با این براش کوچیک‌تر میافتیم به جون دماغمون. اولین کار زیر دماغه. به این شکل قشنگ بلندش میکنیم دوباره و میاریمش بالا، چون مهم نیست، چون قراره که بعداً بیایم با کانسیلر دوباره بزنیم روش و اون شکل نهایی رو از توش در بیاریم. اینجوری خیلی تمیزتر میشه. کنارهای دماغمون هم میکشیم و دوباره من چون ابرو ندارم، در نتیجه اینو میبرم بالا که یه سایه‌ای هم به صورتم بده و دماغم رو فرم بده. به این شکل. و البته اینجای دماغم هم کمی از این کانتور میزنم، چون قراره بعد یه خط خیلی باریکی بیاریم که دماغمون قشنگ سنچ بشه. ببینید این خط رو میگیرم میارم قشنگ به این شکل بالا و بعد یکسانش میکنم. بلند کنید بچه ها، بلند کنید که خیلی مهمه. به این شکل. اصلا نگران این نباشید که الان دماغتون تیره تر به نظر میاد، چون آخر سر دوباره باید پودر فیکس بزنیم روش و یه درجه آروم ترش میکنه و باعث میشه که قشنگ رو صورتتون بشینه. پس سخاوت به خرج بدید و حسابی دماغتون رو کانتور کنید. به این شکل. بعدش میریم سراغ قسمت آخر دماغمون. بله، خط چشم خدافزی کرده از جمع ما. یه براشه، ببینید براش نو دارم براتون باز میکنم، مثل این اینفلوئنسرها که منت بذارم. من برای شما این کار کردم. کانسیلرمون رو در میاریم به این شکل و یه خط خیلی باریک از اینجا میکشیم میایم پایین
که البته من اول یه ذره مشخصش میکنم، بعد میارمش تا اینجا، بعد با انگشت دوباره اینو یواش بلند میکنیم رو صورتمون. مرحله بعدی که انجام میدیم اینجای دماغمون یه کوچولو بالاتر یه خط کوچیک میکشیم و اینو دوباره با انگشتمون یواش بلند میکنیم. البته همیشه من چون باعث میشه دوباره یه خطی بیفته، اگه ببینم این کجاه، دوباره از اون کانتورم برمی‌دارم یواش میزنم زیرش که این قشنگ صاف بشه اینجوری. بعد پودر فیکس رو برمی‌داریم، بذارید در اینو ببندم. پودر فیکسمون رو برمی‌داریم و دماغمون رو آغشته میکنیم به پودر فیکس. من نمیدونم چرا هر موقع پودر فیکس میزنم واقعا تا یه مدت دماغم احساس سرماخوردگی بهش دست میده. اول متوجه نبودم چرا، بعدا متوجه شدم که دقیقا داستان پودر فیکس لعنتیه. البته با این یکی راحتم، با پودر فیکس قبلیم که الف بود خیلی این اتفاق برام میافتاد. به همین شکل ببینید از نزدیک. آخر سرم روش هایلایتر میزنیم و همش درست میشه. یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که توی همین پالتمون اگه ببینید ما چیز داریم، یه رنگ خیلی روشن‌تر داریم. میتونیم اگه مثلا راضی نبودید یه ذره از این برداریم و اینو یه کوچولو روشن‌ترش کنیم. به همین شکل. میریم سراغ بلاش یا همون رژگونه. بلاشی که من استفاده میکنم یه رنگیه که واقعا باعث شده بهش خیلی وابسته بشم و بقیه رنگ‌ها یه ذره بد میشینه رو پوست من. قضاوتش نکنید بچه‌ها، من خیلی دوستش دارم ولی یکم مرده. بلاش پینک لیدی رولوشنه. بدون براش بلاش دوباره میتکونیمش اینجا رو قشنگ صورتی میکنیم. یه کوچولو اگه به این سمت بکشید باعث میشه که گونه هاتون رو لیفت کنه. من یه کاری که خیلی دوست دارم بکنم با بلاشم اینه که یه ذره از بلاشم به دماغم، روی دماغم رو که دماغم بزنم. کم وای با آرایشتون رو خیلی خیلی نامحسوس با مزه تر میکنه در این حالی که اونقدر معلوم نیست. به این شکل. بعدش میریم سراغ ابروامون. من ابروامو خیلی نازک و با خط چشم میکشم، اما برای اینکه یه راهنمایی داشته باشم که بدونم از کجا رد میشه و خب چون فقط یک بار فرصت داری که ابروتو بکشی وگرنه خب کلفتر از مد نظرت میشه، مد نظر من در واقع. برای همین من با سایه و یه قلموی این شکلی میام جاش رو مشخص میکنم. من معمولا از جایی که چشمم تموم شده شروع میکنم، از وسط پیرسینگم میگذرونم میرم بالا و الان دومش رو نمیکشم اما با خط چشم یه کوچولو اینجا رو میارم پایین. حالا همین کار رو با این برم تکرار میکنیم. برمیگردیم سراغ خط چشم عزیزم. بچه من همه مدل خط چشمی رو امتحان کردم و بین همشون اینایی که اینجوری براش دارن، مخصوصا این خط چشم الف رو، یه خط چشم دیگه هم که دارم از این الان نمیدونم کجاست واقعا، ولی یه خط چشمیه که با آب اکتیو میشه و با قلموهای ناخون خیلی راحت میتونید هر رنگی رو با اینا بکشید و با سایه همرنگش فیکس کنید. واقعا این دو مدل خط چشمیه که به نظر من خیلی خوبه. خب حالا روی همینو آروم میذاریم و هرچه بادا باد اینجا رو صاف میکنم و اینجوری نتیجه شد. این رو بکشم تا ببینیم چی میشه. اینجوری که خیلی تاکید کردم
که خط چشمتون رو ست کنید. خب ابرومون هم از خط چشم دیگه، پس مسلما اینم باید ست کنید. ببینید همینجوری هم قشنگه، ولی به نظرم وقتی که خیلی آروم روش با سایه میزنید خیلی تمیزتر میشه. شاید از تو دوربین اونقدر تفاوتی شما نبینید و اما از نزدیک باعث میشه که خیلی نرمتر و قشنگتر بشه. چون اصلا هدف این ابرو این نیست که طبیعی باشه و اصلا هدفش هم حتی این نیست که خیلی یکسان باشه، چون بچه‌ها صورت متقارن نداره و خیلی عادیه که هیچ چیزی متقارن نباشه و نیازی نیست که خیلی خودتون رو اذیت کنید تا اینا بخواد یکی بشه. همین الان اگه بخواید با دقت ببینید هیچ کدوم از خط چشای من شاید یکی نیست، ولی نتیجه نهایی رو که نگاه میکنید اصلا متوجه نمیشید. قبل از اینکه بریم سراغ رژ لب، میریم سراغ هایلایتر. دوباره همین هایلایتر بینامونشونه من که واقعا نمیدونم، یه مغازه خیلی رندوم خریدمش. اینجا همون هایلایت میکنیم روی بالای گونه همونو. شما خیلی هایلایتر زیاد استفاده میکنم، ولی شما میتونید به جای اینکه این پودر لعنتی رو بزنید به صورتتون، از یه هایلایتر لیکوید یا همون مایع استفاده کنید و این نتیجه خیلی بهتر بگیرید و بعد دوباره روش پودر بزنید. حالا از این زاویه یه ذره چیز شد، ولی خب روی دماغمون میزنیم و یه کوچولو روی چونم. خب بریم سراغ رژ لب و اینکه قرار چشمامون هم دوباره آخر سر روش کار کنیم، اما میخوام اون نکته نهایی رو بذاریم واسه آخر که دیگه آرایشمون تموم شده باشه و بلا فاصله روش پودر فیکس بزنیم. اسمش رو هی یادم میره به فارسی، بتونیم اسپری فیکس بزنیم روش. اسپری فیکس خیلی مهمه تو زندگی. خب من برای اینکه بهترش بود برای شما رفتم یه عالمه خط لب خریدم. برای شما نه، واقعا رفتم یه سری خط لب خریدم چون که واقعا خیلی کار زشتی میکنم که از خط لب استفاده نمیکنم. حالا ببینیم کدومش بهتر میشه. یه لب گلاسی میخوام براتون انجام بدم که قرمز و مشکی باشه احتمالا. میریم اول دور لبمون رو میکشیم، از اینجا شروع میکنیم، یه چیز خیلی طبیعی. من به خاطر اینکه بچه‌ها پیرسینگ داره توی لبم، یکم وقتی که روی اینجا رو میکشم چون برآمده است متفاوت میشه، برای مجبورم یه سر بیارم این ور درستش کنم. یه نکته هم که بهتون بگم، لب بالاتون رو حتما اوورلاین کنید، یعنی بالاتر بکشید یکم، ولی لب پایین رو سعی کنید که آندرلاین کنید. خب حالا که خط لبمو کشیدم، البته بهتون بگم که این بالای لبم همونطور که می‌بینید با این نیم دایره یا همون نیم هلال وصل کردم. الان میخوام از رژ نیکس توی شید دیپ مش استفاده کنم، یه قهوه‌ای با توناژ بنفشه‌طوری، نمیدونم دقیقاً، ولی خیلی قشنگ میشه. به این شکل. من چون پیرسینگ دارم نمیتونم بچه لبمو بمونم به هم تا بلند شه، مجبورم برم با گوش پاکم بلندش کنم، تمیزش کنم و بیام بهتون نشون بدم که ترکیب این دوتا رنگ چجوری میشه. نتیجه شد این و دوباره دستم خورد اینجا. و یه لیپ گلاس ساده دیگه، ببخشید لیپ گلاس من اینجوریه چون فقط با اینا راحتم. یه لیپ گلاس ساده زدم روش که این برق قشنگو بگیره و این خیلی سلیقه‌ایه. من خودم این پالت رنگو دوست دارم، با اینکه یه ذره ممکنه به چشم یه سری قشنگ نیاد، اما خب این منم و شما اگه دوست ندارید میتونید از رژ لب مشکی استفاده کنید یا سبز تیره، به نظرم روی این آرایش خیلی میشینه. یه قسمت دیگه از آرایش من که امضای خودم یه جورایی چون خیلی دوست دارم اینه که با این دوباره دوست عزیزم یه خال اینجا و اینجا میذارم همینجوری.
بعد میریم سراغ ریمل و موژه گذاشتم که تا 2 ثانیه دیگه میام بهتون یاد میدم. قبل از اینکه موژه هامون رو بچسبونیم و ریملمون رو بزنیم، تیکه آخر سایه‌مون رو انجام میدیم، چون الان دیگه زیر چشممون فیکس شده و رنگا ثابته و چون دیگه چیزی روش نمیاد که سایه‌مون بخواد خراب بشه، میتونیم زیر چشممون رو بزنیم. البته ترتیبی که صرفا من انجام میدم. این صورتی که اینجاست یکم برمیدارم، براشمو میزنم دستم که اضافه‌شو بگیره و خیلی آروم این زیر چشمم رو با این صورتی پر میکنم، جوری که انگار یه حاله کوچیکی از بیخوابی زیر چشمم چادر زده. ولی آخر سر خیلی آرایشتون رو با هم بلند میکنه در واقع و اصلا یه بعد دیگه ای میده بهش. نمیدونم چرا تو دوربین زیاد مشخص نیست، اما فکر کنم بتونید ببینید که این انگار طبیعی تر نشسته روی چشمم. همینجوری یه ذره میبرمش بالا و به شکلی که تو زیر چشمم همینجوری خودش گوده همونو گودش میکنم. و یادتون نره حتما اینو خیلی بلندش کنید، چون میخوایم طبیعی به نظر برسه اینجاش به این شکل. بعدش میریم سراغ موژه هامون. من موژه هامو از قبل کوتاه کردم، اما شما دوباره این کشوی مسخره که من هی میخوام نشونتون بدم و اینجا نیست، ولی شما هم باید اگه باهاش آشنا نیستید با یه قیچی کوچیک یه ردیف یا 2 ردیف از موژه هاتون رو طبق سایز چشمتون باید کوتاه کنید. و میخواستم ریملمون نشونتون بدم، ازتون خواهش میکنم که از این ریمل من نخرید چون به شدت آشغاله ولی من افکتی که میده به موژه هامو دوست دارم، برای همین استفاده میکنم تا بتونم یه ریمل بهتر پیدا کنم. این ریمل تکنیکه و نمیگم بدون چیه چون واقعا ارزش خریدن نداره. نمیدونم خیلی خشک میشه و من به شخصه بعد چند ساعت سردرد میگیرم، برای همین سعی میکنم که توی جایی که خیلی طولانی میخوام بکنم نزنمش. و نمیدونم چرا نمیرم یه ریمل دیگه بخرم چون خیلی خوشگل میکنه موژه‌هامو متاسفانه. کار دیگه ای که باید بکنیم اینه که چسب بزنیم روی این موژه‌مون که چسبم نمیدونم دوباره کجاست، پس میرم پیداش میکنم. بچه من واقعا گم نمی کنم، من مشکل دارم، من کورم، چون دقیقا این جلوی چشمم بود. موژه‌مون رو برمیداریم. یه روشی که من برای موژه چسبوندن دارم اینه که من یه لایه خیلی نازک، تازه با این میلش خیلی راحت‌تر از خود قلم موشه، میزنم روی موژه‌م و پشت چشمم دیگه این کار رو نمی کنم، تکرار نمی کنم. وقتی که یه لایه خوب قشنگ روی موژه‌تون گرفت اینجوری فوتش میکنیم تا خوش بشه. یه 5 ثانیه 10 ثانیه مکسیموم. تا اینجا رو من نشکوندم. مسابقه پلک نزدم. خب نه دیگه بس. اینی که موجای کوچیک‌تر داره سرش مال این چشمه و خیلی به روش قدیمی برمی‌داریم زیرمش مستقیم پشت چشمه به این شکل. بعد گوشش رو میچسبونیم و نگه میداریم تا خوش شه به همین سادگی. اینجوری من چند ثانیه با دستم اینجوری نگه میدارم. موژه شما چسبید، میذاریم خوش بشه، زیاد بهش دست نمیذاریم که گوشه هاش بالا پایین نشه، که الان دقیقا من همین کارو کردم که شما ببینید وقتی دست میزنید چی میشه. و بعد که خوش شد با دستمون یواش اینجوری میچسبونیمش که بچسبونه. اینو میچسبونم، اون یکی هم میچسبونم، برمیگردم تا تموم کنیم آرایشمون. اگه یه دونه از این موچینا تو خونه دارید خیلی راحت میتونید پشت موژه هاتون رو وقتی که کاملا خوش شد یه ذره محکم کاری کنید اینجوری و گوشه هاشو مطمئن شید که قشنگ چسبیده. یه کاری که من خیلی دوست دارم بکنم بعدش اینه که اینجوری موژه هامو، موژه های خودم رو و موژه های مصنوعی رو قشنگ چفت میکنم اینجوری. بعدش میره سراغ ریمل. یه لایه خیلی 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 نازک میزنیم به خود چشممون
نه من یعنی منظورم به مژه های بالام که بچسبه قشنگ به این مژه مصنوعی. بعدش میرسه سراغ مژه های پایین. ببینید واقعا خیلی ریمل دراماتیکیه، واسه همین دوستش دارم، ولی متاسفانه فرمولای زیاد خوبی نداره. نمیدونم واقعا الان خوب محسوب میشه یا نه، چون اذیت میکنه ولی در عین حال چیز خوبیه. نمیدونم خودمم توش موندم. نه حالا اگه دوست داشتید چشماتون کشیده تر بشه میتونید توی چشمتون رو یه خط چشم مشکی بکشید، ولی خب اون باز مرحله آخره، چون اگه زودتر بکشید وقتی دارید ریمیل میزنید یه ذره خط چشم پخش میشه که قراره البته من الان بکشم و نشونتون بدم، ولی اگه میخواید چشماتون بزرگتر و گردتر دیده بشه خط چشم رو نکشید. این خط چشم منه که فقط درش اینجاست. ایناشه مارکش رفته وگرنه بهتون میگفتم چه برندیه. یواش دستمون میذاریم اینجا و بینشه تفاوتش اینجوری میشه. من به شخصه با آرایشایی که اینجوری سنگین تر یه ذره هست، حالا نمیشه به اینو گفت اونقدر سنگینه نظر من، ولی خب ترجیح میدم که توی چشم من بکشم. و میرسیم به مرحله‌ای که از اون موقع منتظرش بودیم و دوباره منه که گم کرد. ایناشش کمک از دور رسید. مرحله آخر فیکسینگ اسپری. بچه من واقعا دوش میگیرم تو فیکسینگ اسپری، دست خودم نیست. ولی این شد نتیجه نهاییمون. فقط مونده یه لباس خوشگل که باش بپوشیم که بهتون نشون بدم نتیجه نهایی چقدر بهتر میتونه باشه. من که از نتیجه نهاییش راضی بودم. امیدوارم شما هم ویدیوی منو تا اینجا دیده بوده باشید. راضی بوده باشید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.